عزیزان سوال کردن آیا شنیدن موسیقی در ماه مبارک رمضان ضرر داره با روزه؟ هیچ شک و تردیدی نیست که شنیدن موسیقی چی در رمضان چی در غیر رمضان هم وقتی انسان را ضایع میکنه، هم انسان را به طرف گناه و فحشا و منکرات میکشانه، هم به تعبیری قرآن لهو و لعیب است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. چی در رمضان باشه چی در غیر رمضان. اما توصیه‌ام برای جوانان عزیز ما، برای کسانی که برادران و خواهرانی که عادت دارن به شنیدن موسیقی، حداقل در ماه مبارک رمضان که ترک بکنید، توقف بدهید تا اینکه نشود که از اجر و پاداش روزه محروم بشید. از یک طرف ثواب جمع بکنیم که روزه بگیریم، از طرف دیگر گناه بکنیم. بنابراین اگر کسی موسیقی میشنوه روزهش درست میشه، روزهش صحیح هست، فرض از گردنش میگرده، اما اجر و پاداش و ثواب روزش را کم میکنه. موفق و کامیاب باشید.